راز خوشمزگی قرمه سبزی، با من همراه باشیم. لوبیا رو خیس میکنیم و شروع میکنیم بپزیم. 1 پیاز پوست میکنیم، نگینی خورد میکنیم، 1 کم روغن زیتون و پیاز هامون اضافه میکنیم و گوشتایی که قبلا شستم آبش کاملا رفته به پیاز داغم اضافه میکنم که برم سرخ بشن با هم دیگه. عزیزان، پیاز سرخ شده، پیاز داغ غذا رو خوشمزه میکنه. حتما پیاز داغ داشته باشید تو هر غذایتون. و گوشتامون کاملا سرخ شد. وقتی که گوشتامون سرخ شد، خیلی کم نمک و آب جوش اضافه میکنم براش که بره بپزه. قبلا لوبیامون رو خیس کرده بودم، جداگونه پختم و سبزی قرمه سبزی رو اضافه میکنم به گوشتام. البته این سبزی سرخ شده هست دوستان، از اون آماده هست. و لوبیایی که جداگانه پخته شده بود آبشو آب کشی میکنم، کلا آبش بره. لوبیاها رو بعد به خورشتتون اضافه کنید. وقتی که کاملا گوشتاتون پخته شده، قرمه سبزی و سبزیشو اضافه کردین، لوبیا هم اضافه کنید تا بره قشنگ بپزه. دوستای عزیز، این قرمه سبزی 1.5 ساعت طول میکشه تا جا بیفته. خیلی کم، اندازه 1 قاشق یا نصفش قاشق رب گوجه فرنگی میزنم. دیره که آماده بشه و نمک. اینم از قرمه سبزی من بار گذاشتم تا بره قشنگ بپزه. عزیزان، در آخر براش لیمون عمانی داشتین، لیمون عمانی اضافه کنین. اگه لیمون عمانی نداشتین، لیمون معمولی هم میتونید اضافه کنین. اینم از پلو و قرمه سبزی من. نوش جانتان. هر کس امتحان کنه درست کنه، از الان براش نوش جان میگم. دوستتون دارم. لطفاً از پیجم حمایت کنید. لطفاً نظرات خودتون رو برام کامنت کنید. روزتون بخیر. کامتان همیشه شیرین.